موسم شکفتن گل در کالیفرنیا. بهار وادی آهوان را در اینجا به جای مفتونکننده و موافق برای عکس برداری تبدیل داده است. گلزارها روزانه هزاران سیاح را به اینجا میکشند، ولی پاسبانها نگران شدند. با پیراه بینگرید. این پیراه ها را سیاحان باقی گذاشتند چون روی گلزار قدم میزنند، عکس میگیرند. بعدا درون گلزار و درونتر می روند و گل ها را زیر می کنند. در نهایت چیز دیگر نمی شکفد. آن خالیگاه هایی که می بینید در چند روز با وجود آمدند. در موسم سال 2017 سیاحان گلها را زیر پا و طبیعت اینجا را خراب کردند. حالا پاسبان‌های باغ برای راه ندادن به ویرانکاری معیارهای نوی را جاری کردند، اما نه همه معیارها را رعایت می‌کنند. معیارها این است: از دیوار نگذارید، از سد نگذارید، از پیراه خارج نشوید، از پس مارها نروید، به عالم نباتات نرسید. فقط تماشا کنید کافی است. چیزی دیگر در داخل گلزار نخوابید، نه برای آنکه پامال می شود بلکه به جانتان خطر تهدید می کند. پاسبانها می گویند کوکنارهای یابایی پناهگاه مارهای سبزی زهردار است. از این رو اگر می خواهید در کوکنارزار کالیفرنیا سلفی بگیرید، پس اول درباره عاقبتش هم فکر کنید.